خب رفقا، اومدیم با زندگی نامه جکی جان، رزمیکار، بازیگر معروف و خیلی بازیگر خفنی در عرصه جهان. در زندگی نامه جکی جان این گونه آمده است که جکی جان یکی از معروفترین بازیگران فیلم‌های اکشن در سال 1954 در هنگ کنگ متولد شد. پدرش چارلز چان و مادرش لیلی چان در سفارت فرانسه در هنگ کنگ کار می‌کردند. وضعیت مالی خانواده جکی جان آنقدر نامناسب بود که آنها می‌خواستند جکی جان 5 ساله را در برابر $1500 به یک دکتر اهل انگلیس بفروشند، اما از کارشان منصرف شدند و تصمیم گرفتند برای پیدا کردن کار بهتر به استرالیا مهاجرت نمایند. اما جکی چان را در سن 7 سالگی به یک پانسیون در هنگ کنگ فرستادند. جکی چان از 7 سالگی به مدت 10 سال یعنی تا سال 1971 نزد استادی به نام یوشان یوان عملیات آکروبات، کنگ فو، اپرای چینی، پانتومیم و آواز را فرا گرفت. 8 ساله بود که در فیلم 7 شانس کوچولو نقش کوتاهی را بازی نمود. سپس به عنوان بازیگر خردسال در فیلم‌های موزیکال هنگ کنگی فعالیت داشت. جکی جان در ابتدای ورود به حرفه فیلمسازی در فیلم‌های اژدها وارد می‌شود و خشم اژدهای بروسلی به عنوان سیاهی لشکر و بدلکار به ایفای نقش پرداخت. اولین تجربه بازیگری جکی جان در بزرگسالی در سال 1971 بود که فیلم ببر کوچولوی کانتون نام داشت. جکی در سال 1972 در فیلم مشت خشم که یکی از معروف‌ترین فیلم‌های بروسلی بود به عنوان بدلکار به ایفای نقش پرداخت. البته در صحنه‌ای که مرتفع‌ترین سقوط سینمایی آسیا بود جان سالم به در برد. جکی جان در این سال در فیلم پرفروش مار در سایه عقاب و کمدی کنگ فو استاد مست را بازی نمود و خود را به عنوان مشهورترین ستاره هنرهای رزمی آسیا پس از بروسلی ثبت کرد. جکی جان در سال 1980 برای اولین بار در یک فیلم آمریکایی به نام دعوای بزرگ ظاهر شد. در سال 1986 سومین فیلم پرفروش دهه 80 هنگ کنگ را با نام ذره خداز بازی کرد. در همین فیلم بود که هنگام یک بدلکاری در هنگام فیلمبرداری در یوگسلاوی سقوط کرد و استخوان جمجمه‌اش خرد شد و تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. او در سال 1995 در هنگام بازی در فیلم قرش در برانکس مچ پایش شکست. جکی جان تاکنون در بیش از 150 فیلم بازی نموده است. جکی جان هنرپیشه فیلم‌های اکشن سینمایی آمریکا از سوی سازمان ملل متحد. جکی جان به عنوان سفیر حسن نیت صندوق حمایت از کودکان بی‌سرپرست یونیسف و انجمن کمک به کودکان مبتلا به بیماری ایدز این سازمان انتخاب گردید. جکی جان یک شرکت تولیدی پیراهن و بلوز مردانه تأسیس نموده. نام خط تولیدی لباس مردانه وی متشکل از 2 حرف نام خود او میباشد و بر روی پیراهن‌های شرکت تولیدی جکی جان طرح از اژدهای چینی حک گردیده است. او در روز افتتاحیه شرکت تولیدی‌اش چندین پیراهن به هنرمندان هالیوودی هدیه داد. جکی جان میگوید می‌خواهد همه طرح‌های بلوزهایش برگرفته از معیارها و آداب و سنن چینی باشد و از تصاویر غربی استفاده نکند. فیلم‌های موسیقی. فیلم آوای موسیقی رابرت وایز 1965 یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های جکی جان میباشد. نام اصلی جکی جان فونگ سی لونگ می باشد که به خاطر فیلم‌های کمدی اکشن خود در دنیای سینما مشهور شده است. پدر و مادرش در سفارت فرانسه در هنگ کنگ کار می‌کردند. جکی جان در حادثه 11 سپتامبر 2001 که برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی با خاک یکسان شد، نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. او قرار بود روز حادثه در این برج نقش یک شیشه پاک‌کن را ایفا کند، اما برنامه فیلمبرداری لغو شد و جان جکی جان به این ترتیب نجات یافت. جکی جان در بیش از 150 فیلم بازی کرده است. اکثر ترانه‌های فیلم‌هایش را خودش اجرا می‌کند، اما معمولاً در سینماهای آمریکا صدای وی را پخش نمی‌کنند. همچنین در کتاب رکوردهای گینس دارای رکورد بیشترین بدلکاری برای یک بازیگر زنده میباشد که همین سبب شد که هیچ شرکت بیمه‌ای وی را در فیلم‌هایی که خود بدلکار کامل را بر عهده دارد قبول نکند. جکی جان تصمیم گرفته است تمام ثروت 130 میلیون دلاری خود را به مؤسسات خیریه اهدا کند. در ضمن وی در پاسخ به سوال خبرنگاران که گفته بودند چه قسمتی از ثروتش را به پسرش اختصاص می‌دهد گفته بود که جی خود باید قادر به کسب درآمد باشد. جکی جان سرگرم آماده‌سازی دنباله‌ای بر کتاب زندگی نامه‌اش هم هست و فعلا نام من جکی جان است را برای آن انتخاب کرده. کتاب اول دهه 1990 چاپ شد.
دانستنی‌ها در مورد جکی جان. جکی جان 12 ماه در رحم مادرش جا خوش کرده بود که سرانجام با عمل جراحی وی را به دنیا آوردند. نام وی کونگ سانگ به معنی به دنیا آمده در هنگ کنگ می باشد. رغم تحصیلات اندکش دانشکده هنگ کنگ به وی دکترای افتخاری علوم اجتماعی اعطا نموده است. در سال 1976 تحت عمل جراحی پلاستیک قرار گرفته تا پلکایش را شبیه غربی‌ها درآورد. در جریان فیلم‌هایش بارها دچار شکستگی در اغلب نقاط بدنش گردیده است، از جمله 3 بار شکستگی در ناحیه بینی، 1 بار از ناحیه قوزک پا، اغلب انگشتان دستایش، هر دو استخوان گونه و حتی جمجمه وی دچار شکستگی شده است. مسئولیت و مقام‌های جکی جان: بازیگر، کارگردان، تهیه کننده، بدلکار، سفیر حسن نیت صندوق حمایت از کودکان بی سرپرست یونیسف از سازمان ملل، عضو انجمن کمک به کودکان مبتلا به بیماری ایدز از سازمان ملل. افتخارات جکی جان: بهترین بازیگر در سال 1995 سوی گلد هورس آواردز، دریافت جایزه در سال 1995 از سوی MTV مووی آوردز، ثبت در کتاب رکوردهای گینس دارای رکورد بیشترین بدلکاری برای یک بازیگر زنده. فیلم‌های مهم جکی جان: ماری در سایه عقاب، میمون مست، داستان پلیس، من کی هستم، ساعت شلوغ 1، ساعت شلوغ 2، ساعت شلوغ 3، عملیات کندور 1، عملیات کندور 2، افسانه، پادشاهی ممنوعه، قلمرو ممنوعه، ظهر شانگهای، شوالیه‌های شانگهای، داستان جنایت، اولین برخورد، اژدهای دوقلو، مدالیون، تاکسیدو، لباس رسمی. نقل و قول خاطرات جکی جان: میگوید میخواهد همه طراحهای بلوزهایش برگرفته از معیارهای آداب و رسوم چینی باشد و از تصاویر غربی استفاده نکند. البته او قصد ندارد هنر بازیگری را کنار بگذارد، بلکه در کنار بازیگری برای هنرهای رزمی قصد دارد با کارهای تولیدی برای زمان بازنشستگیش به فکر باشد. جکی جان در پاسخ به سوالی در خصوص تمایل برای همکاری با فیلمسازان ایرانی و همچنین میزان آشناییش با سینمای ایران گفت: درباره سینمای ایران اطلاع چندانی ندارم. اجازه بدهید اول به ایران سفر کنم و بعد در این خصوص تصمیم گیری خواهم کرد. جکی جان که در سال 2005 فیلم افسانه را در هندوستان مقابل دوربین برد، درباره تجربه حضور سینماییش در این کشور گفت: من 1 ماه در هندوستان فیلمبرداری داشتم و در آن دوره خیلی تلویزیون تماشا کردم و تحت تاثیر رقص و آواز فیلم‌های بالیوودی قرار گرفتم. نظرتون راجع به جکی جان رو توی کامنت ها بنویسین، ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگولش هم فعال کنین که دفعه بعدی که ویدیو گذاشتم نوتیفش واسهتون بیاد. خیلی دوستتون دارم، حتما منو حمایت کنید. تا داستانی دیگر، بدرود.